ای پیغمبر و ای بنده خدا، هر کاری که در این دنیا میکنی کن، اختیار داری. تا سرکشی میکنی و متکبری، تا بندگی میکنی و خاکساری، تا مسجد میری و خواب مسجد رو محکم میکنی. آیی که بنده های خدا رو به نماز اجازت میدی یا از 18 سال کار میکنی. خواهی نخواهی روزه میبری، خواهی نخواهی پیش پروردگار میری. برای این رفتار و جواب میدی. و عمل معصوم این سخن خدا این حدیث قدسی میگوید. برای پیغمبر و تحقیق کرد، برای حاکمای مسجد منصوری ما این تحقیق کرد. یا الله از این یافی ایمان بر یک کتاب 16 نفر باشنایی 16 ساله رفتن از غضب نمیدانن چی کار کنن. ما را از مسجد فرق کردن، ما را و چشکوای نمیموند مسجد را ما چی کار کنه؟ شما سرداری ما که ما را چی اجازت بده؟ آنی ما مسلمان های دودکای مسیحی پوتین دبیر چیزی میگیره در جشنه های دینی مسجد ببره. مدد حق نداره بچه و مسجد بره مکان. این است ما حکومت، ما مسلمان، همه ما مسلمان. یا بچه هاشان در مراسم های دینیشان میبرند، تو مسلمان حق نداری بچه از روز عید مسجد رو برای نماز. و عمل معصیتا ما ایشانا خاموشیم، ما دمله ها پیشوای امت خاموشیم، ما حتی صدامون بلند نکردیم در مقابل این قانون ظالمانه. خاموشیم اگر خدا زبانهای ما رو میبرد، اگر خداوند ما را اول پیشواهای دین جزا بدهد برای این خاموشی ما. این دنیا حاکم دارد. و عمل معصیتا هر کاری که میخواهی بکن، فإنک مجزی به، حتما فردا جزا میدهی. عزیزان من از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو. آنچه گفت پیر معنویه به خودر الان نشان مقصود کشتی کردگی که حاصلی درازو میکنن. الان لحظه پاش آمین کردگی میرود، حسابات الهی برای او سر میشود. فرسنده ها رسیده به دسترسی آتشین، صد زهر آب می شود از بنده حزین. گویند رب و کیست رسولت کجا بودی، از کشتگاه خویش بیاوردی بودی. بنابر برای همچه روز عزیزان من با هم بشناسم بندگی خدا را کنه، توشه آخرت آماده کنه. والله پیشگاه خدا جواب داده خیلی سخت است جواب دادن. او مفتشای ششم بین تگبینه، او مفتشای که علیها ملائکت غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. پروردگارا حضرت شان مخصوص الله خیلی آدم خوب بودن. امروز دیدم پیش حضرت قبلگاهشان به خبر تربیت حضرت شان داماد خاتم الان به پیشواز فرزندشان آمادگی دارند. چرا ما در روایات میخوانیم ما در وقتی آمدگی فرزنداشان پیشواز میآیند، ایشان پیشواز میگیرند. پروردگار حضرت شان مخصوص ما را در این سفری را دراز قیامت خداوند خانه قبر که براش باقی از باقی جنت برای سوال جواب می‌آید، سوال آنها جواب بدهند براش آسان کرده. روح جان همراه با حضرت قبلگاهی
Yine başarıdaki manzara olacak. Thank you.